بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام ما گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم. نه داده رسید، شر نیست این گپ رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایه تا شدم میگره و این شر نه نام امام گرفتم. چم بچه خوب بدای طالب علم بدای نه طالب علم ها تام الله میشن که خونیجگر میشن تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد و فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سبب آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکنن از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. این بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوست. چی خوب او این مار از کجا که براد کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه، مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش یا سنگی در سر زن وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن میگیری، اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم. نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندیش تا که یک مار یا کژدمه پیدا شد در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تزنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتا. خب این بچه خوب بوده یکم چند این 16 سوال نوشته این همین وقتی ما رو تا شب هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم چون خون که بنواد طهارت میشه کنه با او دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست است؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، ولی قوطاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کرده دستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. میچم هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چون به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است. او هیچ کراهت نداره. که خان گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین یه جایی که قطعی زنت آبازی کنی حمام درام بدی هوای خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگویی خواندن شر نیست. میچم نویت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیتی آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آبازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیته میشم. کمپیر قدیم درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سر تا بریز آمدن گیر. بچه خوش رو